اطلاعیه مهم وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات در بیانیه مهمی اعلام کرد با عنایات الهی و در پی اقدامات گسترده اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در داخل و خارج از کشور، شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا را شناسایی و متلاشی کرده است. با یاد و نام امام راحل و گرامی داشته خاطره 8 سال دفاع مقدس و سلام به آیت الله ناصر مکارم شیرازی. این جانب آسد استیوارت استکبارمنش هستم. 30 سال سنمه، در حدود 70 ساله که به شغل شریف جاسوسی اشتغال دارم. جان؟ بله من یکی از همون 30 جاسوس کارکشته هستم که در مجموع خودم آدم غالطاقی هستم. خیلی آدم، یعنی خیلی خطرناکم. حالا من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید و میبینید. سربازان گمنام وزارت اطلاعات بر دستگیری من چند شبانه روز همراه با نیروی دریایی و هوایی و زمینی و راهنمای رانندگی و جنگلبانی و خلاصه اینا زحمت کشیدن و نتونستن منو بگیرن حقیقت. ولی به محض اینکه مقام معظم آقای موسوی رو ابقا کردن، من به عنوان یک جاسوس ولایت مدار، من اینجا هم نوشته اینجا نوشته عشق من ولایت. به این صورت دیگه دیدم وظیفه دینی و عقیدتیم حکم میکنه که خودم معرفی کنم. این بود که زنگ زدم به 113، گفتم بیاین منو ببرین. که البته اونا گفتن نه ما حتما باید با یه عملیات گسترده بگیریمت. خلاصه عملیات گسترده شد، چند ماه هم کشش دادن، کش داد که شما به دست سفید شد دیگه. خودمون اومدیم حقیقت. ذرات ندامت همینجوری قلمبه میاد بالا. به این صورت الان داره میاد اومد بالا. به این صورت این ذرات ندامت میاد بالا. یکی دیگه داره میاد. اومد رفت بالا. بله. اگر استکبارچی‌ها به من مأموریت‌های زیادی دادن، آموزش‌های خیلی وحشت افکنانه، ترسناک و مانانه به من دادن. همین اصلا دعوای مقام معظم با آقا محمود من راه انداختم. تونس گذاشتم رو صندلی مقام معظم، بعد اومدم گفتم کار آقا محمود بوده حقیقت. اون طرفم میرفتم دم خونه آقا محمود، اینا زنگ می‌زدم در میرفتم، زینگ در رو بهش میگفتیم حقیقتش. میگفتم مقام معظم بوده. بعدش مثلا کلا سر جریان انحرافی رو بنده به تحریک بیگانگان کج کردم. البته تو این مورد تقاضای تخفیف دارم، چون داشتم بارفیکس میرفتم خودش کج شد. من دیگه نمیدونم چه جوری بود داستان. حقیقت آقا محمود من چیز خورش کردم که دیگه ناراحتی گوارشی گرفت، دیگه خونه نشین شد. رلت امامم کار من بود. نتونستم. از 8 سال دفاع مقدس 7 سالش من بودم که مقصر بودم. خلاصه سونامی ژاپن و سیل ماکو و شربت تبریز و خربزه مشهد و باقالی بندرعباس و عسل ورامین و خیار گرگان، اینا همه کار من بود. تو جنگ جهانی دوم من زیر پای هیتلر نشستم که دیگه اون جنگای اونجوری راه افتاد. پشتبندش هم جنگای محمدثانی و جنگای صلیبی و جنگای اعراب و جنگ ستارگان و کلا آهنگش هم من موسیقی متنش هم کار من بود. اون سیبی هم که خلاصه یه روز آدم خونه نبود، من دادم به حوا که دیگه بعدش دیگه بعضی این شد که دیگه تو بازی‌های سال 86 و 86 زیکورم من چیز خورش کردم که نتونست دیگه اون پنالتی رو گل کنه و دیگه برزیل دیگه شکست خورد. بعد تو فیلم میخوام زنده بمانم من صندلی رو از زیر پای سوزان هیوارد کشیدم حقیقتش. داشتم شوخی میگم دیگه. تو فیلم قیصرم چاقوی آخر من به فرمون زدم که دیگه اونجا فرمونش برید. حقیقت کفش سیندرلا رو از تو نمازجمعه من بلند کردم که بعد وقتی یه خورده پست این افکوتوله استکباری و دیگه نتونست نقش خودش رو ایفا کنه. بله ببخشید اون سفید برفی بود قاطی کرد. جفتشون تو شبکه جاسوسی ما بودن. تو فیلم شعله اون کسی که به جبار سینگ پول داد که شیشه بریزه کف خیابون حقیقت من بودم که دیگه شیشه ریخت و دیگه پای کشتی تایتانیک هم حقیقت من سوراخ کردم که بعدش دیگه لئوناردو دیکاپریو که خودش از سربازای گمنام بود غرق شد و بعدش هم روز دیگه به اون وضعیت افتاد. حقیقت من تقاضای اشد مجازات دارم. 7 بار 8 بار به نظرم باید منو اعدام کنن. یه بار از پا اعدام کنن، یه بار از گلو اعدام کنن، یه بار از گوش اعدام کنن، یه بار اصلا دماغو اعدام کنن، حلقاویزم کنن، یه بار از سر، یه بار از پا.
وکیل من بیخود میکنه حرف بزنه، ازم بخواد از من دفاع کنه. وقتی که جلومبوس پول میگیره که این کارا رو بکنه، نمیخواد دفاع کنه. مجامع حقوق بشری هم دور و برم نپلکن، حالشونو میگیرم. میخواد اینطوری اگه بخوام با من تا بکنن، تاشون میکنن. خلاص من پروندم سنگینه. نمیتونم مثلا هر کاری کردیم دیگه. مثلا همین هاش زنبور هستل شیپورچی. هادی اودا و کارن. اینا همه جزو شبکه. ما دختری به نام نل و فلان اینا همه اینا کار من بود. بعد دیگه من کار زیادی کردم که شیپورچی رو من پسر شجاع من کردم، همه این کارا رو من کردم. خودم کردم. خوشم میاد کردم. این شبکه که توسط تعداد قابل توجهی از برجسته ترین افسران اطلاعاتی در چند کشور جهان راه اندازی شده بود، طی سلسله عملیات گسترده تعقیب و مراقبت در داخل و خارج از کشور نفوذ، فریب و دوبل سازی شناسایی شده و منهدم گردید.